بچه‌ها سلام، طرفدارای گلم. امروز ما آمدیم بابا امان تو بجنورد. ما تو خود بجنورد هستیم، مسافر نیستیم. اینجا بابا امان بجنورده. خلاصه اینجا یه جای خیلی باحالیه. بابا امان مال بجنورده. اونایی که تو تهران شهرهای دیگه زندگی میکنن ببینن این مال زمان قاجاره. از زمان قاجار این هست. این هم یه حوضچه‌ای که از اونجا به اون آبشار راه داره. درختای زمان کرتاسه از زمان قاجار 100 سال 200 سال اینجا هن. اینا همشون اینا رو میبینید 100 سال 200 سال عمر کردن. تازه تو بشقارداش و جاهای دیگه بجنورد هم کلی درختای گنده کلفتیشون به اندازه یک دیوار خیلی آجوری و بتونیه. اینم فضای خیلی قشنگ و دلنشینیه. اینجا هم صدای آب داره میاد، یا همیشه آب رد میشه. فعلا خدا نگهدار طرفدارای گلم. لایک و ساب یادتون نره. فعلا خدافظ.